مقام‌های امنیتی شهر کابل میگویند بجز 2 تن تمامی قربانیان حمله انتحاری در ناحیه سوم این شهر در ساحه دهمزنگ غیر نظامیانند. فریدون عبیدی رئیس تحقیقات جنایی قماندانی امنیتی شهر کابل میگوید که حمله کننده با پای پیاده به طرف قماندانی نظم و امن عامه در حرکت بود، اما قبل از رسیدن به هدف پس از شناسایی از سوی پلیس خود را منفجر ساخته است. آقای عبیدی در محل رویداد به خبرنگاران گفته است که در این حمله 9 تن کشته و 12 تن دیگر زخمی شدند. اونا یک حمله انتحاری در راه عام پیش از اینکه پلیس او را شناسایی کرد و میخواست دستگیر کنه او را خود انفجار داد در بین مردم ملکی و ما 9 نفر شهید و 12 نفر زخمی داریم. اکثر شهیدا و زخمی ها افراد ملکی هستند که از راه عام تیر می شدند. اکثرشان ملکی هستند، فقط ما 2 نفر شهید پلیس داریم در بین از و پلیس هایی است که این تحریر شناسایی کردند و خواستند که او را از بین ببرند که این خود در بین مردم انفجار داد و 2 پلیس ما هم شهید شد. این حمله انتحاری اولی ساعت 2 پس از ظهر امروز در چهارراهی دهمزنگ در برابر قماندانی نظم و امن عامه و در نزدیک قماندانی پلیس سرحدی رخ داد. از سوی هم ایوب سالنگی معین ارشد امنیتی وزارت داخله افغانستان در صفحه توییترش نوشته که در این رویداد 10 تن کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. این حمله در حال رخ داده است که حدود 2 هفته قبل اندک دورتر از این ساحه در جاده دارالمان بر موتر کارمندان تلویزیون طلوع حمله انتحاری صورت گرفت که در نتیجه آن 7 تن کشته و بیش از 20 تن دیگر زخمی شدند. برخی از شاهدان عینی رویداد امروز دهمزنگ کابل میگویند که برخی از زخمی و کشته شده های این رویداد را در وضعیت بد مشاهده کردند. من سهیل رستمی هستم، باشنده این محل هستم. دیگه من کدام چیز خاصی ندیدم و زمانی که من از کوچه بیرون شدم امبولانس ها عبور و مرور زیاد داشتن. دیگه از تلفات چیز دقیقاً ما آگاهی ندارم. اسمم سمی است، می‌خواستم طرف دهمزنگ طرف نواباد بیایم که در نزدیک سرحدی بودم که زخمی ها را دور که دیدیم روبروی نظم ما یک دانه افتادگی بود، یک دانه از نفر سرباز نظم ما افتادگی بود. مردر دو سه دانه دیدم بس که یک تشبیه یک دانه پایش کن نزدیک دروازه باغ واش افتاد. مسئولیت این حمله انتحاری را طالبان مسلح به عهده گرفتند. مقام‌های بلندرتبه افغان این حمله را تقبیح کرده و برای خانواده‌های قربانیان ابراز تسلیت و همدردی کردند.